بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. با سلام و آرزوی عزت، سلامتی، موفقیت برای ملت ایران و همه آزادی خواهان، عدالت طلبان و موحدان عالم بیان 3 نکته رو ضروری میدونم. نکته اول، حق تعیین سرنوشت. تعیین سرنوشت یک حق خدادادی است که در قانون اساسی ما به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده. بنابراین هیچ کس نمیتونه اون رو مخدوش بکنه یا از مردم سلب کنه. همچنین در قانون اساسی ما به صراحت درج شده است که هیچ کس بالاتر از ملت نیست و اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی و نظر ملت انجام خواهد شد. خواست و اراده ملت بر همه تصمیمات حاکم است. انتخابات آزاد حق مردمه، هم خدا داده هم قانون اساسی به رسمیت شناخته. هیچ احدی نمیتونه اون رو محدود بکنه یا نظر خودش رو بر ملت تحمیل بکنه. امام راحل عظیم الشأن با تأکید بر همین نکته فرمودن میزان رأی ملت است و مقام معظم رهبری هم بارها بر این حقیقت تأکید و تکرار کردند. نکته دوم، توصیه مقام معظم رهبری به این جانب. در شهریور سال 95 در جلسه‌ای که برای تشریح فعالیت‌های تبیین آرمان‌های انقلاب خدمت ایشون بودیم، ایشون به بنده توصیه فرمودند که در انتخابات سال 96 کاندید نشم. بنده هم همونجا اعلام تبعیت کردم. کمتر از 1 ماه بعد ایشون در یک سخنرانی عمومی مجدداً همین مطلب رو به بیان دیگر مورد تأکید قرار دادن که بنده هم با صدور یک بیانیه تبعیت خودم رو مجدداً اعلام کردم. در آذر ماه اطلاع پیدا کردم که گروهی از جناح‌های سیاسی اصرار دارند با استفاده از نام بعضی از همکارانم در دولت دهم و این خادم کوچک به نفع کاندیدای مورد نظر خودشون بهره برداری کنند که بنده با تشریح این مطلب انتساب این کار رو به خودم رد کردم و به همکاران خودم درباره ورود به این طرح هشدار دادم. اخیراً باز همون گروه‌های سیاسی در جلساتشون مطرح کردند و تصمیم گرفتن برای فشار به این جانب و همکارانم برای حمایت از کاندیدای مد نظر خودشون که مجدداً بنده با صدور یک اطلاعیه راه این کار رو هم سد کردم. تمامی این تحولات قبل از تصمیم و اعلام کاندیداتوری مستقل برادر عزیزم جناب آقای بقایی بود. نکته سوم، مسئولیت در قبال کشور و نسبت به مردم. توصیه مقام معظم رهبری به هیچ وجه مانع و نافی حضور دیگران در عرصه انتخابات و کاندیداتوری نیست. همینطور نافی سایر مسئولیت‌های هر کس در قبال کشور و انقلاب نبوده و نخواهد بود. همین امروز برخی از همکاران من توسط بعضی از جناح‌ها به عنوان کاندیدا معرفی شدند و کسی هم بر این کار خورده نگرفته است. جمع کثیری از مردم به مناسبت‌های مختلف در دیدارهای مختلف و با روش‌های گوناگون با اصرار از من میخوان که کاندید انتخابات بشم و یا اینکه حداقل کاری برای کشورم انجام بدم. این خواست مردم و اصرار مردم مسئولیت این خادم کوچیک رو در قبال مسائل کشور مضاعف میکنه.
صیانت از حقوق عمومی و مراقبت از حرکت کشور در مسیر صحیح یک وظیفه عمومی است، یعنی به عهده همگان است. بر این اساس من وظیفه خودم میدونم که مراقبت بکنم تا اشتباهات سال 1392 یعنی حذف برخی انسانهای صالح از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشه. اشتباهاتی که عملاً دایره انتخاب مردم رو محدود کرد و کشور رو از حرکت در مسیر پیشرفت 4 سال عقب انداخت. فشار بی سابقه بر مردم زندگی رو بر جمع کثیری از اونها بسیار سخت کرده و آسیب‌های جبران ناپذیری در بخش مهمی از هموطنان عزیز وارد کرده است. این جانب مصممم با استعانت از پروردگار متعال وظایف سیاسی و اجتماعی خودم را به گونه‌ای در قبال مردم و کشور عزیزم انجام بدم که مردم اطمینان پیدا کنند افراد صالح از دایره انتخاب اونها حذف نخواهند شد. بر این باورم که در شرایط امروز کشور این حداقل کاری است که میتوانم برای انقلاب مظلوم اسلامی و مردم و کشورم انجام بدم. خوشبختانه با حضور و کاندیداتوری برادر عزیزم آقای بقایی فضای انتخاباتی و سیاسی از دو قطبی انحصاری دو جناح سابقه دار در حاکمیت خارج شد و اینک علاوه بر دو جناح سنتی حداقل یک فرد مستقل نیز در انتخابات حضور دارد. این دایره انتخاب مردم رو گسترده تر میکنه و از انحصار دو قطب خارج. آقای حمید بقایی فردی صالح، مؤمن، دلسوز برای ملت و کشور، کارآمد و انقلابی است. البته انتخاب با مردمه. هر کس رو اکثریت ملت انتخاب بکنند او برای همه باید مورد قبول و محترم باشه و همگان برای اداره کشور به او کمک کنند. انشاءالله.